خب دوستان عزیز، یکی از همکارای ما و شما در واتساپ ما مسیج مونده بودن، برای ما گفتن که چی است. یک مقدار سرعت درس صنف فتوشاپ زیاد است، یعنی در روزهای بیشتر تشریح میشه، این درس داده میشه. بنابراین گفته بودم که طرف مسئولین هم تقاضا شده بود که در قسمت سرعت درس کم کاهش بدن که روزهای کمتر در روزهای چی بخوانیم، مثلا در روز دو روز یک روز بخوانیم بیشتر فهمیده شده و بیشتر پروژه محمد. دوستان عزیز، بعد از یک کار میکنیم، یک دو طور ما میخوانیم یا مثلا آپشن رو میخوانیم، بعد از اون کارش میکنیم که یکان کوتاه یکان کارهای دید در اخیر جلسه داشته باشیم و یا هم بیشتر شاگرد محور کار میکنیم و یک کسی دیگری دای داشته باشن در اخیر درس 10 دقیقه یا 15 دقیقه برای اونها استفاده کنیم ان شاء الله. در درس گذشته دوستان عزیز در قسمت ما شما در کل خوانده بودیم قسمت تکس ها. دوستان عزیز دو بار است برای شما تشریح میکنم. در قسمت تکس ها تشتاک است، یک بخش عمده و اساسی چی است؟ اساسی گرافیک دیزاین است. یعنی تقریبا یک حصه بسیار بزرگی از مفهوم گرافیک دیزاین هم تکس ها تشکیل میده. یعنی یکی از المنت های اساسی گرافیک دیزاین که از جمله شیپ ها است، کالرینگ است و همچنین لاین ها است، پکسل ها است. اینا یک بخش بسیار عمده و اساسی چی تشکیل میده؟ تکس ها. پس توجه شما در این قسمت بسیار زیاد میکنه. یعنی در مورد کارگیری تکس های خود، در مورد کارگیری جاهایی که از تکس فرانسه ما کوشش بکنیم که چه کنید از جای مقبول و جاهایی که بسیار مهم است از تکس ها چه کنید و طور اساسی است. دوستان عزیز در قسمت وارتولز درست ما فهمیدیم که برای شما گفتم که امی در قسمت وارتولز ما میتونیم که نوعیت لاین خود، نوعیت یعنی خط خود تعیین بکنیم که همین خط ما به چه اندازه شد، به همشدگی گلی و به چه شکل به حالت وارپ شکل و اشارهشان ما چه کنیم تغییر بدیم. دوستان عزیز در قسمت شما میبینید که تمامش با استفاده از یک آیکن بسیار به طور مشخص شده برای ما شما نشانی شده. مثلا کاربرد در اصل چی است؟ کاربرد از عموما در چی است؟ در که مثلا ما شما اگر در قسمت چی کار میکنیم، در قسمت صنعت چاپ کار میکنیم، برای شما یک لوحه میآید، مثلا لوحه عموما سر دروازه های دولتی یا مثلا یگان لوگوها یا مثلا یک جایی که با شکل شیپ دار برای ما شما چی میگن؟ برای ما شما درخواست میده که باید مثلا این یک لوحه باشه ولی در قسمت زود چی قسم باشه. مثلا کنترل تی میذاریم ما میشه پذیر برای شما تغییر بدم. فکر کنید در سر یک دروازه برای ما شما چی میشه؟ یک دروازه‌ای که خصوصا دروازه های شهری فکر کنم این قسمت وقتی مثلا از یک شهر شهری میرین اگه متوجه شده باشید قسمت سر دروازه های شهری یا که کابل میایین مثلا غزنی میرین اون قسمت ها این قسمت چی داره؟ یک قسم یک شیپ داره و برای ما شما مثلا اگر در چاپ هستیم یا در بخش گرافیک دیزاین ما قسمت ها مورگان ها کار میکنیم، برای ما شما یک دیزاین نه که ما باید مطابق از اگر بیایم ما مستقیم یک تکست برای رسم بکنیم، مثلا این قسمت رنگش هم تغییر میدیم و رنگ سفید میگیریم. رنگ سفید میگیریم در این قسمت نوشته میکنیم چی؟ با شکل ما مشکل باشه به شهر کابل باش آمده. یک جمله که میگیم یک مقدار خیلی زیادتر شده هموطن نمیشه. هموطن به شهر کابل باش آمده. دوستان اگر این قسم هم شما نشه بکنین هیچ مشکل نداره، شما هم قسم نشه، ولی به خاطر که چون یکی از اهداف گرافیک دیزاین است یکی چی باشه قابلی باشه که توجه بسیار کنه و از نظر مخاطب چی باشه مقبول‌تر و زیباتر به نظر برسه. و این خاطر برنامه فتوشاپ و سایر برنامه‌های گرافیک دیزاین برای شما قابلیت فراموشی وردپرس ها و یا هم به خاطر شیفتی بارزش کنه برای ما شما استفاده را ایجاد کرده. مثلا در این قسمت ما چه کردیم بدون اینکه مثلا مقدارش متعین بکنیم به حالت نرمال برای ما شما چه کرد اما شیفت ما را به شکل دایره ساخته رو به تکس ما را. این از این قسمت کسایی که در جلسه قبلی اشتراک نداشتن و مثلا نتونستن که مفهوم رو بگیرن، این کانال که برای شما باز میشه. در قسمت اول استایل که شما متوجه شدید بیاین نوعیت یا موجود خود تغییر بدید، نوعیت استایل مثلا به این شکل باشه یا به این شکل باشه، به این شکل هر شکلی که مورد نظر شما باشه که از اونا استفاده کنید. ما به شکل قوس مانند گرفتیم و یک کس باز نوعیت هوریزونتال و عمودی و افقی تغییر بدن. ما شما به شکل افقی می‌کنیم دیزاین می‌کنیم و این مقدار خمشدگی شده. یکی هم قوس ما شما به چه اندازه باشه اما چی می‌کنه
برای ما شما ادجست میکنه. و یه شکل که از این طرف و اون طرف تا شب در مقدارش میکنه برای ما شما تعیین میکنه. این رو حالت صفر ما میدیم. ما حالت اوکی رو انتخاب کردم. خب در یک قسمت که از همون مقداری که چقدر برجسته باشه، یعنی چه با چه اندازه کش شدگی باشه، برای ما شما چی میکنه تعیین میکنه. این ما با حالت نرمال صفر میگیریم و حالت اوکی رو میکنیم انتخاب میکنیم. تکست ما تقریبا چی شد؟ تعیین شد. شما ببینید که قسمت تکست ما شما یک مقدار چی است؟ یک مقدار بزرگتر است که از ساحه پنل و یا ساحه است که ما میخوایم چاپ شود چی میشه خارج میشه. یک قسمت کنترل تی و ریسایزینگ رو میکنیم انجام بدیم. ریسایز از این قسمت که بود این مرحله ما شما چیکاریم استفاده. خب ما پیشتر از تاکید موضوع چی بود؟ ما شما آمدیم از این قسمت آمدیم این تکست دیگه کار گرفتیم و یک قسمت دیگه میاریم دیگه. مثلا زیر یک تا چی است؟ مثلا اینمی تابلو رو در سر دروازه شهر کابل کی زده؟ شرکت MTN مثلا. این شرکت MTN چون رنگ زرد است و پر نابیش نشر است، ما شما رنگ تبدیلش میکنیم با مطابق دیزاین خود. اما کالر که استفاده میکنیم کالر چی میگه که در بالای یک تکست دیگر انتخاب میکنیم. ما میریم لایه بالاتر انتخاب میکنیم که این استفاده میکنیم رنگ سبز میگیریم از طرف نویسنده خودم تغییر میدیم چون اکثرا در دیزاین هایی که فعلا استفاده میشه از دیزاین ها کار میگیرن. ما نوشته میکنیم که از طرف مثلا سایت شمس میکنیم کوچکتر میکنیم از طرف شرکت اتوباس شرکت میریم در قسمت کالرینگ دوست عزیز. فکر کنم همین رنگ اتوما برای فعل کدام رنگی است؟ همین رنگ است یا فکر کنم این تگ رنگ است. رنگ شرکت اتوما. بالای این رنگی چی میگیریم؟ رنگی سفید. یعنی منظور از ما چی است اینجا؟ در یک قسمت بهتر است که ما شما از خط چی کنیم صاف صورت. یعنی ضرور نیست ما در یک قسمت هم به خاطر که ما بگوییم که ما از وارد ها استفاده کنیم بریم از قسمت حالت فلگ بزنیم چی کنیم انتخاب کنیم رنگ از این از قسمت چی کنیم رنگ سیاه. یعنی هر روز که از امور مطابق جای چی کنیم استفاده کنیم. ان شاء الله که به مفهوم رسیده باشه دوستان. خب بعد از آمد ما شما قسمت کرکتر ها چیزای ساده است که قسمت اول از تکست که ما شما یا از تایتل ها که ما شما استفاده کردیم این قسمت ما با شما یک مقدار تشریح کنیم که از مقدار چیزش استفاده بشه، نوعیت فونتش است و نوعیتش که به تعلق باشه یا نوعیت دیگر داشته باشه، از سایز است، شیپش است و حل میشون از اینجا چی است الاینمنت هایش است و کالا است. در یک قسمت که از دوستان عزیز تقریبا اینمی فایل ها برای ما شما چیزای میافته ها برای ما شما مثل اینکه ما نوعیت فونت خود تغییر بدیم، نوعیت شیپ خود تغییر بدیم که مثلا با شکل تالیک باشه، بولد باشه، چی باشه، در صورتی که فونت ما شما او کسر داشته باشه. بعد قسمت بعدی مثال سایز هست و قسمت بعدی که ما با شما گفته بودیم از قسمت شما میتونید که فاصله بین خطوط خود را یا بین لاین ها لاین خط خودش رو تعیین کنید. مثلا این قسمت از منش فرض می‌کنیم شما ببینید که با وقتی که بالای یعنی کسر پر می‌مونید کلید چپ ماوس رو فشار بدید اگه به طرف راست چپ شه یا افزایش و کاهش کنید. و به خاطر کار شما میتونید از این قسمت مقدار و یا میزان سایز فاصله بین خطوط خود از قسمت شما چی کنید تعیین. و قسمت بعدی که دوستان عزیز فاصله بین کرکترها هست که کرکترهای ما شما با چه اندازه دیگر خود چی کنه فاصله داشته باشه. این قسمت ما شما میتونیم که چی کنیم تعیین کنیم. ما به حالت عادی ارسی به اندازه صفر کار کنیم. دوستان عزیز یک زمان میشه که این استفاده های مختلف داره. مثلا ما پیشتر ما شما آمدیم در این قسمت مثلا این تکست ما شما نوشته کردیم یک مقدار سایز بزرگتر است، مثلا کنترل کلیک میگیریم سایز به اندازه که قبلا بود ما شما چی میکنیم قرار میدیم. شما میبینید که امی دیزاین ما شما برای فعلا اما تعداد امی حروف که است کلمات که است به شکل تکمیل داخل مشابهات ما شما جای نشه. یک راه با شما که نشان دادم بود که کنترل تیر میتونیم ریسایزینگ میکنیم. برای دوم چی است؟ شما میبینید که بین از این کاراکترها یا حروف یا کلمات چی است فاصله بین وجود داره. ما میتونیم به خاطر که فاصله بین اینا رو کم بکنیم و مطابق مشابهات ما شما تعداد حروف یک جای شود نزدیکتر شود داخل مشابهات ما جای شود. از این قسمت ما چی میکنیم مقدار فاصله بین اینا چی میکنیم کم میکنیم. دوستان عزیز این رو به طور نمونه برای شما گفتم، یعنی به اندازه شما کم بکنید که اما تکست شما از خارج کانالی بیرون نشه. مثلا اگر شما به فاصله زیاد کم کنید شما یک خاطر به این است که تکست خودش کنید بخونید.
یعنی به خاطر ریسایزینگ که شکل شما تغییر نکنه بیشتر میتونه که از این قسمت شما شکل استفاده کنید. خب در گزینه بعدی چی است؟ گزینه بعدی حالت کشیدگی است که مثلا به چه اندازه این تکست ما شما شود خود و بزرگ شود. خود بزرگ به چه معنا؟ مثلا ما شما قبلا داشتیم این تکست ما شما هست، این آمد ما شما کنترل چی گرفتیم یک مقدار پرتر کردیم به خاطر که داخل چوکات ما شما می‌بینید چوکات ما شما چی است؟ چوکات ما شما یک مقدار بزرگتر است و این تکست ما در بین ازش چی است؟ و اندازش خیلی خودش ما شما میتونیم که از این قسمت به این حالت چی ببریم، یک حالت کشیدگی ببریم که مقدار طول این تکست ما شما تغییر نمیکنه، فقط حالت برجسته سازیش چی بشه؟ بزرگتر میشه. دوستان عزیز این که است موقعیت چی است؟ موقعیت که نشان میده یعنی موقعیت به چه به طرف پایین باشه و یا بالا باشه. استفاده از این در چیه دوستان عزیز؟ ما شما من اوکی نمیکنیم بالا از استفاده از مثلا ما شما یک قسمت داشتیم همین تکست ما شما سینی را نوعیت از تغییر میدیم. نوعیت از چی میگیریم؟ بولد میگیریم. بولد میگیریم و اینجا یک پرنت پرینتر میگیریم و چیزمون از طرف چاپ میکنیم. شما میبینید دوستان عزیز در قانون نسلیت و در قانون کتابت دوستان عزیز فاصله بین عنوان و فاصله که بین دو لاین است باید تفاوت داشته باشد. در اقتصاد ما شما میبینید که همین موضوع ما شما با این فاصله چیست با هم مساوی است. از قسمت شما میتونه که فاصله بین زیر از این اندازه چی کنید کم و زیاد کنید. و هر اندازه که شما مناسب ببینید و هم اندازه میتونه که فاصله از زیر کنید دورتر بکنید و یا فاصله شد زیادتر بکنید. در قسمت بعدی که دوستان عزیز حالت چی است؟ حالت کات شدگی بین کاراکترها هست دوستان عزیز که چه اندازه کات شدگی است. یک استفاده زیاد نداره دوستان عزیز که ما شما از نام استفاده کنیم یا دقیق برای شما بگم که همین گزینه برای چی استفاده میشه. از این ما شما صرف نظر میکنیم حالت نرمال خود میگیریم و قسمت بعدی که دوستان عزیز چی است؟ کالر است. ما از کالر و یا رنگ بندی از ذکر چی میکنیم؟ عموما بیشتر جای چی میکنیم استفاده میکنیم. خب کالر که است یک جلسه بسیار جداگانه است دوستان عزیز. یک روز قسمت کالرینگ و همچنین کالر رو سویچز که ما شما بحثی جداگانه داریم. در این مورد بسیار زیاد کوشش میکنیم که مفهوم بسیار کلی براتون برسانیم. در این قسمت هم برای فعل ما شما از رنگ های هر رنگ که ما شما دیل ما شما خواسته ما شما استفاده کردیم ولی ما مشکل هم نداشته. در بحث کالرینگ که میرسیم به این قسمت هم برای شما ان شاء الله تشریح خواهیم کرد و در قسمت گرافیک دیزاین چند جلسه 10 یا 11 جلسه که در قسمت اخیر برنامه ما شما است، پروسه ما شما است، در قسمت که ما شما گرافیک دیزاین آغاز کردیم اونجا که است اصل و اساسی تمام گرافیک دیزاین کالرها تشکیل میده دوستان عزیز. اینکه ما چطور از کالرها در کدام قسمت استفاده بکنیم، چه قسمت کالرها استفاده بکنیم و کدام کالر با کدام کالر سازگاری داره، یعنی اساسی تمام گرافیک دیزاین که است ربط داره به چی؟ و کالرها یا رنگها. دوستان عزیز به خاطر چی بحث ما برای شما چی میگم بسیار مهم است. به این خاطر میگم وقتی که ما شما استفاده درست از کالرها نفهمیم و بیایم در این قسمت ببینید شما در زیر که از دوستان رنگ سیاه تا بالای ما رنگ سفید رو استفاده کردیم. به خاطر چی استفاده کردیم؟ به خاطر استفاده کردیم که رنگ سفید بالای رنگ سیاه بسیار کامل دیدی چی داره؟ دیدی کامل داره. شما یک بحث بسیار جالب اگه برای شما ما بگویم در قسمت رنگ تکسی ها اگر ما شما توجه بکنیم عموما اگر اشتباه نکنیم در قسمت پلت موتورهای تکسی عموما رنگ چی داره؟ رنگ زرد داره و به شکل بین‌المللی رنگ تکسی ها چی است؟ رنگ زرد داره. و چی دلیل؟ رنگ زرد که است به این خاطر است که دید کامل و بیشترین دید تا حد امکان در تاریک‌ترین نقطه و در تاریک‌ترین وقت شب ما میتونیم که رنگ زرد را از دورترین نقطه ما شما چی کنیم؟ تشخیص بدیم. چی رنگ چراغش باشه، چی رنگ خود موتور باشه یا چی رنگ کدام علائم دیگر باشه. اگر شما توجه کرده باشید تاکسی ها عموما رنگ زرد داره. علائم راهنمایی در سرک‌ها در جاده‌ها که از رنگ زرد داره و لباس‌های عموما از کسایی که سر ساختمان کار میکنن یا هم کسایی که مثلا به قسمت شلوار هستن اونا بیشتر رنگ چی استفاده میکنن؟ رنگ زرد. به این دلیل چون سرکار و همچنین سر رنگ زود سر روانشناسی رنگ زود کار شده و به همین نتیجه است که بیشتر رنگ که در عموما در شب یا مثلا در تاریک‌ترین نقطه قابل دید از رنگ زرد است از اون خاطر درستی کردن همه رنگ زرد استفاده کردن. و همین خاطر میگم در قسمت گرافیک دیزاین هم روانشناسی رنگ هست بسیار مهم. اگر ما شما بریم در این قسمت ما شما بیایم بالای رنگ سیاه بیایم یک رنگ دیگر مثلا رنگ سبز استفاده کنیم کار ما زیبا میشه ولی مناسب به این بدن ما چی است نیست، یعنی قابل دید بیشتر به ما شما نمیده. یا مثلا رنگ سبز هم یک مثال خانایی داره بیایم از این رنگ ما شما استفاده کنیم بالای انتخاب میکنیم از این ما شما استفاده کنیم و یا از این خیلی‌تر میریم در قسمت پراپرتیز و دو کلیک بالای میکنیم در این قسمت میریم یک رنگ را شبیه به سیاه ما شما استفاده کنیم به این
فقط ما شما میتونیم که از قسمت نزدیک ما شما ببینیم و سایر کتاب متوجه نمیشه که کتاب کلمه است و چی نوشته است. خب از بحث زیاد دور نشیم دوستان عزیز، در یک قسمت آپشن هایی که ما شما استفاده کرده بودیم، مثلا ما شما من در یک قسمت وظیفه چی است. اگر شما دیده باشین در بعض از مجله ها یک نقاط به خاطر تیز و یا فریز از ما شما چی استفاده میکنه؟ از ایتالیک. این ایتالیک است به یک اندازه همین تکست ما شما یا حروف ما شما به شکل تشریح میشه کشیده میشه. و قسمت دیگه که است فقط در جملات انگلیسی برای ما شما کار میده. برای چی استفاده میشه؟ به خاطر که تمام کلمات ما شما رو به شکل چی تمام حروف ما شما رو به شکل بزرگ نوشته کنه. طور که تصویر شما میبینید یا قید فعال میکنیم و هیچ چیز کار میکنه، فقط حرف اول ما شما یک مقدار بچه‌تر و بقیه رو به حرف تکرار نوشته میکنه، ولی یک مقدار سایزش در حرف اول کرده یا کلمه اول کرده کوچیک‌تر برای ما شما نشون میده. و ان شاء الله که با شما بحث تکرار نشه، استفاده اساسی های دیگه بقیه که دوستان داشتی بود بود که ما شما میتونیم با استفاده اگر ما شما فرمول کار بکنیم و یا هم سمبل کار میکنیم، ما شما میتونیم از قسمت توان در قسمت اضافه بکنیم، در قسمت همچنین ایندکس اگر برش بگیم ایندکس هم گفته میشه و همچنان پیشدی ما شما چی گفته میتونیم یک با شکل متن اگر با شما استفاده کنیم شاید بیشتر قابل فهم باشه. از این میایم یک تا خطی بولتر رو برای خود میگیریم که بتونیم با آسانی چی کنیم تشریح کنیم. دوستان عزیز در درس گذشته ما شما تشریح کردیم. اگر ما شما داشته باشیم چی یک فرمولی که ما شما بسیار در جنجال بودیم خودش در زمان مکتب یک فرمول بکنم چی H2O زمان به انگلیسی تبدیل بکنیم. یک فونتی بزرگتر برای خود انتخاب کنیم با رنگ سیاه انتخاب کنیم. دوستان عزیز اگر در داشته باشید ما شما در یک فرمول بسیار خیلی جنجال داشتیم، فرمول H2O بود که ما شما چی ترکیبش چی بود نبود، فرمول یا سمبل او بود است بود. دوستان عزیز ما که از هر کدومش باید فرانسوی استفاده شدن، مثلا اگه ما شما بخواید چون این فرمول H2O ما نمیتونیم که در آدیتور مثلا در تایپ کتابای درسی ما شما چه استفاده کنیم، چون قابل قبول نیست. H2O او مفهوم برای ما شما چی است ارائه نمیکنه. ما شما میتونید با استفاده از چی کنیم در قسمت ایندکس و قاعده چی کنیم در بیاریم و این فرمول که ما شما در کتابا میدیدیم با استفاده از این آپشن اگر در هر برنامه مثلا کامپیوتر از اپلیکیشن کامپیوتری است و می اساس چی میشه نوشته میشه. و یا مثلا ما شما یک فرمول دیگر که بسیار خیلی جنجال داشتیم، اگر شما متوجه باشید نام امروز تقریبا در یاد ما نمونده که چی بود. اگر شما متوجه باشین شاید برای ما یک نقل اگه بدین یک روزه داشتیم مثلا که ما گفتیم که a مربع b مربع میشه مساوی به چی این کلار خود رنگ سیاه انتخاب میکنیم. دوستان از ما داشتیم a مربع مثلا جمع در b مربع جمع در مساوی میشه با c مربع مثلا. این فرمولا که است یعنی ما شما چطور میتونیم که یعنی حروف ما شما چی بالا کنیم در قسمت طاقت از ما شما در قسمت توان از بالا کنیم. ما با استفاده از این آپشن میتونیم که قسمت انتخاب کردیم رو چی کنیم در قسمت توان از بالا. دوستان شما سلیکت کنید هم انتخاب میشه و یا هم مثلا یه شما نوشته اید نکردین در قسمت اول جمله است مثلا نوشته کردین ا نوشته کردین بیاین این انتخاب میکنین رو دور میزنین باز انتخاب میکنین فاصله میدین علامت جمع براش علاوه میکنین مثلا b باز میرین انتخاب میکنین مربعش علاوه میکنین پس غیر فعال میکنین فاصله مساوی c و یک بار دیگه رو کلیک میکنین اما قاعده یا توان که براش میگین براش میکنین. همینطور که از قسمت بعدش هست اندرلاین است و این قسمت هم که از قسمت چی است مید لاین است. قسمت وسطی تکست شما چی میکنه لاین بقیه فعال کردن میتونی است شما میتونید که از اینها استفاده نه و سایر بخشا که از دوستای عزیز اینا که از کاربرد خاص نداره. دوستای عزیز ما برش متشکر بودیم اینی که شما میفهمید به خاطر فرمولای ریاضی استفاده میشه و برای عموما ما شما استفاده میکنیم زیادتر اگر ما شما تعلیق کتاب داریم مثلا یا یک ادیتور یا یک دیزاین میتونید به خاطر کوشش کتابات رو از گزینه‌ها استفاده میکنید. غیر اون صورت ما شما میتونید با فعال کردن که کلید کپس لاک بدون اینکه ما شما بریم یک گزینه انتخاب بکنید که حروفی بزرگ باید باشی پلیس نوشته مثلا کپس لاک رو آن کردیم ما میتونیم که کل کلمات ما شما با شکل سو باشد با شکلی بزرگ باشد. خب ان شاء الله که در این قسمت بر شما مشکل نمانده باشه و جلسه امروز ما گشت نوبت شده بازم چون درخواست از خودتان بوده که یک مقدار سرعت باید کمتر باشه و تاکید و بیشتر رویش بحث صورت بگیره. ما شما جلسه امروز خود آغاز میکنیم
کسی ما پلانی که برای جلسه امشب به نظر گرفته بودیم می‌خواستیم که از قسمت ماکرو تول ها استفاده بکنیم که به شکل هاریزونتال و ورتیکال است. همچنین پس سلکشن است که پس سلکشن بسیط استفاده میشه، دایرکت سلکشن، شیپ ها و هند تول ها. حالا ما آغاز می‌کنیم ان شاء الله تا هر جایی که رسیدیم و ان شاء الله در قسمت جلسه ای که شما مشکل داشتید مشکلتون حل شده باشه. دوستان عزیز، تایپ تول ها که ما شما خواندیم در درس گذشته و خاطر استفاده می‌کنم دقیق چی بود؟ تکس های ما شما بود که آپشن هاش هم برای شما تشریح کردیم. و دو گزینه دیگر که هست دوستان، این قسمت یکی هورایزونتال بود یکی ورتیکال. این استفاده های دو قسم خاصی است، یک به شکل عمودی است، یک به شکل سی افقی است. این با چه استفاده میشه مثلا یک استفاده از ما برای شما میگم. اول ما این یک دیزاین میکنیم. خب مثلا ما شما یک پروژه دوستان عزیز میکروفون خود همتا شما میکروفون خود آف همتا شما میکروفون خود آف کنید. مثلا ما شما یک دیزاین داریم، مثلا یک پشت کتاب است، یک قسمت المنت های مربوط به کتاب فرض مثال میگیریم ما یک چیز دیگه داریم، یا مثلا این یک دیزاین ما شما این که کفش بسیار خوب، کفش مقبول است، در اخیر یک پروژه دارم سر کار میکنم دوستان عزیز. یعنی چی است؟ یک تا تکست میخوایم که به این شکل یک قسمت برای ما شما شوه جور شوه یا مثلا نوشته شوه و این نوشته مثلا یک کفش با شما هست انتخاب رو که میزنم میگیر انتخاب میکنیم و دیگه این کامل شد. باید سایر جای ها مثلا اگر شما یک بیرق جور میکنید یا دیزاین دیگر میکنید با شکل عمودی یک تکست بار داشته باشه، یک تکست بار داشته باشه، شما میتونید از قسمت چی کنید نهایت تکست بار ازش کنید استفاده. خب ما در جلسه قبل هم گفتم وقتی که تایپ ها رو به شما تشریح می‌کردم عموما متن‌ها در برنامه شما می‌تونستیم که اول بر جز از قسمت که شما وارفینگ داشتیم که به شکل‌های مستقیم مختلف و استایل مختلف نوشته بکنیم و غیر از صورتی است حالت نرمال تکس‌های ما شما عموما به شکل هورایزونتال و ورتیکال یا عمودی و افقی نوشته میشه. خب بر علاوه هورایزونتال و ورتیکال ما شما دو نوع تکست داریم. یکی بود تایپ‌هایی که ما شما به شکل عادی نوشته می‌کنیم و یک دیگه به شکل چی است؟ با شکل ماسک بسازید. ماسک اما حالت سلکشن میگه دوستان. وقتی که ما شما نه این قسمت مثلا یک تا شیپ داره از ماسک ها به خاطر چی استفاده میشه؟ از ماسک ها اگر ما شیپ داریم یا اگر تصویر داریم ما میایم همون شیپ یا تصویر خود را به شکل یا اسمارت آبجکت دوباره که کیفیت از دست و بتونه بالای تغییرات بره حالت رستراژ لیر رو ما شما انتخاب میکنیم و از یک قسمت میایم ورتیکال یا مثلا هورایزونتال تایپ ماسک رو انتخاب میکنیم. ما میخوایم که در این قسمت یک تا چی بزنیم یک ماسک برزیل. نه این قسمت انتخاب میکنیم مثلا نوشته میکنیم چه افغانستان و سایزش هم یک مقدار چی میکنیم کوچکتر میکنیم که تمام تکست که ما نوشته کردیم بیاید. بعد قسمت بهتر بریم که فاصله بین خطوط هم تشکیلات رو میگیریم چون فاصله بین ها ما کم کرده بودیم تیپ رو به حالت اندازه‌ای که ما شما حالت تیگر ما شما انتخاب بکنیم و همون منوال عمود ها به شکل چی میاد به شکل سلکشن. وقتی که انمی چیز ما شما امی شیپ ما شما تصویر ما شما به شکل سی باشه به شکل رستوران باشه ما تونیم که با انتخاب مختلف خانم قسمتی که به شکل سلکشن آمده ما میتونیم بود قسمت های مختلف چی کنیم انتخاب بدیم با کنترل دی از حالت سلکشن ما شما چی میشیم خارج میشیم. دوستان عزیز به خاطر چیز ساده بشه ما آمدیم در یک قسمت برای شما شکل بده تشکیل بدیم در موارد مختلف. مثلا ما شما آمدیم در یک قسمت به طور مثال بگیم یک تصویر اگه داشته باشید مثلا تصویر بدم اینجا قبلا هم بالا از ما شما چی کرده بودیم خاطر. خب این کانورت اسمارت آبجکت میزنیم و رستراژ لیر میکنیم. میخوایم که یک قسمت از توسط یک به شکل چی باشه به شکل یک خط چی باشه توی ما شما این ما شما حذف بکنیم و یا جایش به یک رنگ دیگه تبدیل یعنی این قسمت رو انتخاب میکنیم. مثلا صفحه چون کفش ما شما لایک است این حرف ان تایید شود از قسمت از بالا شد انتخاب میکنیم چون که به شکل شده قسمت از بالا شد این میگیم که بالاتر رو رسم میکنیم. این از دو سایز رفت به مو سلیقه خود شما دارد. مثلا از این قسم وارد جای استفاده کنید. من یک مقدار یک چیز نسبتا مقبول تر شده برای ما شما بیاشید
و این من از قسمت ماسترز ها ما شما میتونید که قسمت های مختلفی از تصویر و یا شکل خود را مطابق همون تکست ما چی کنیم تغییرات بیاریم و در اینجا با جای دیگه انتقال بدیم و مطابق از یک تکست داشته باشیم دیگر داشته باشیم. مثلا از استفاده چندان زیادی از این نداره که ما شما بگویید مثلا در کدام مورد بیشتر از چی بشه استفاده کنیم. من که از این تکست ها استفاده میکنیم و همچنین بر علاوه از تولز ها میکنیم از وارد ها ما شما استفاده میکنیم. و یک هورایزونتال بوده که هم ورتیکال. بیا آپشن هایی که دوست دارید مثل آپشن هایی چی است؟ مثل آپشن هایی که ما شما قسمت هورایزونتال تولز ها داشتیم مثلا تشکیل کردیم مطابق همون میشه. و یک گزینه بعدی دوست دارید پس سلکشن است. پس سلکشن فکر کنم که یک بار دیگه برش ما تشریح کردیم. پس سلکشن ها که است دوست دارید در قسمت چی استفاده میشه؟ در قسمت پینتول ها اگر ما شما داشته باشیم پینتول ها که ما شما تشریح کرده بودیم با فرض مثال دوباره برش ما میگم مثلا یک چی ما یک پینتول ما شما بود تونست توضیح یا سلکشن یا ماسک یا همشیفت در بریم یا به شکل اکسیپ. قبل از اینکه دوستان ما به این حالت در بریم ما شما نمیتونید که از حالت مفترض بریم چی کنیم امی سلکشن خود را و یا همون وکتوری که ما شما ساختیم و ما شما در جای دیگه چی کنیم انتقال. یک قسمت که است دوستان عزیز پس سلکشن تولز عموما برای چی استفاده میشه؟ به خاطر استفاده میشه که ما شما اگر اونمو پس ها رو داریم اگر وکتور ها داریم میتونیم از یک جای دیگه چی کنیم را انتقال بدیم. قبل از اینکه ما شما رو تبدیل بشه کنیم با سلکشن و یا هم با وکتور. و گزینه بعدی که دوستان عزیز دایرکت سلکشن است. دایرکت سلکشن با چی استفاده میشه؟ وقتی که ما در جلسه قبلی هم گفتیم برای شما نقاطی که در روی پس ما شما وجود داره او رو برام چی میگه به نام انکر پوینت. انکر پوینت های خود ما میتونیم توسط از چی کنیم انتخاب بکنیم و از یک جا به جای دیگه مسیر رو چی کنیم تغییر بدیم، انحنای رو تغییر بدیم و نوعیتی که باشه حالت اینا خمسگی داشته باشه و باشه حالت اینا گردش داشته باشه ما شما چی میتونیم توسط از یک گزینه کم و زیاد و یا تغییر جهت داده میتونیم. تغییراتی با پس سلکشن چی است؟ پس سلکشن که در کل تمام دیتای ما شما چی میکنن از یک جا به جای دیگه انتقال میدن. و دایرکت سلکشن که است بالای انکر پوینت های ما شما وقتی کلیک بکنیم میتونید که اونم انکر پوینت ها را فقط ما کش یک جا به جای دیگه چی کنیم انتقال و همچنان با استفاده از قسمت دایرکشن است و هم از قسمت انکر پوینتش و جهتش میتونیم که نوعیت منحنی درست کنیم تغییر بدیم. خب و گزینه بعدی دوستان عزیز قسمت شیپ ها است. قسمت شیپ ها چون وقت ما شما خیلی کم ماده ما امروز قصد داشتیم که یک پروژه برای شما کار بکنیم 10 دقیقه وقت دیگه داریم. در 10 دقیقه دوستان عزیز درس خودم میگم فقط در قسمت چی در قسمت دایرکت سلکشن ما شما چی می‌کنیم ختم می‌کنیم. دوستان عزیز پلان ما شما در اخیر جلسه ای بود که ما شما چی داشته باشیم یک تا پروژه یا هم یک تا سیمپل پروژه‌ای که ما شما بتونیم توسط از یک راهنمایی بکنیم که ما چگونه میتونیم یک دیزاین داشته باشیم. شما هم کوشش بکنید دوستان عزیز کار برای شما میگم چی است. کوشش بکنید مثلا اینی دیزاین که به خاطر یک از فروشگاه شده چی است یک کوستر است یا مثلا یا به خاطر بروشر ساخته شده که مثلا یا چاپ میکنه یا هم میتونه در اینستاگرام و یا هم سایر صفحات اجتماعی چی کنه نشر کنه. دوستان عزیز ما شما چطور میتونید که یک یک چی داشته باشیم یک تا دیزاین داشته باشیم. بعد از هر روز دیگه یک کوستر ما شما پیدا میکنیم و روی ازش میکنیم روی ازش کار میکنیم که چطور میتونید که یک دیزاین ما شما داشته باشیم. دوستان عزیز اگر شما در ظاهر از خوب نگاه بکنید و ببینید از چی تشکیل شده حد بزنید پیش از این کار آغاز بکنید باید در ساختمان از فکر بکنید که این از چی کار میکنه و شما تشریح میکنید دوستان عزیز از چی کار میکنه. خب توجه بکنید این دیزاین نه زیاد مغلق و نه چندان ساده نیست دوستان عزیز. اگر شما خوب توجه بکنید تولز هایی که برای فعلا ما برای شما چی کردیم تشریح کردیم در طول از این پروسه ها از ما چی شده اینها کار گرفته. مثلا رنگ سبز که شما میبینید در قسمت یک تا چی است یک تا شیپ است. یک تا شیپ مستقل ساخته است برای ما شما در این قسمت پایترین لیار برای ما شما کار. بعد از اینکه ما شما با استفاده از شیپ ها و یا هم از پینتول آمده یک تا چی یک تا مارک برای ما شما در قسمت باشه تیک مانند برای ما شما چی ساخته. یک دیگه و یک قسمت بزرگی از اساس ترین نقطه‌ای که در قسمت دیزاین ما تشکیل داده نام متفقی اگر است و یا هم موضوع در کل اگر ما روی بنر بحث بکنیم این باید ما شما تایتل یا موضوع میشه. موضوع در قسمت آمده یک ارتباط از یک تکست بار گرفته از تکست بار دارای باردار سیاه است و بر علاوه از او یک تا شیپ بسیار بزرگتر که از خود شیپ کار گرفته این شیپ که اونمو نقطه دومین فریز ما شما در دیزاین اونمو شیپ و کالا هست در این قسمت آمده باید از این مقدار سایز بزرگتر کرده و اوپسیتی و یا مقدار نمایندگی از این شکل پایین‌تر کرده.
بر علاوه از اون موارد دیگه هم هست که شفا آمده اینجا کار گرفته، چگونه رو کشیدگی گرفته و بارگر برش داده. در یک قسمت از تکس کار گرفته دوستان عزیز، و در پایین از از شفا آمده از حالت وردپرس کار گرفته و موارد مختلف دیگر. در یک قسمت آمده از و در یک قسمت آمده از چی کار گرفته، از برش ها کار گرفته، از رسک ها کار گرفته و همچنان در یک قسمت آمده از چی کار گرفته، از شادو و یا هم از طریق برش ها آمده رنگ سیاه به خاطر شادو و یا خفره از چی کار استفاده کردن. دوستان عزیز در جلسه امروزی که از وقت ما شما تقریبا 60 دقیقه مونده، پس تقریبا ما شما مختص برای شنیدن نظریات و پیشنهادات شما میمانیم. بعد جلسه بعدی ان شاء الله ما 20 دقیقه اخیر رو قسمت دیدار نکوسل ما شما میکنیم کار میکنیم. در قسمت اگه شما سوال داشته باشین یا پیشنهاد داشته باشین ما در خدمتتون هستیم. عثمانی صاحب سوال از کوت دی مشکل لري یا مثلا کوم پوښتنه لري ما خدمت کې. مننه استاد محترم ژوندی اوسئ. دغه په ټیکس کې چې کوم دریم اپشن ده مارک ټولز ده غالبا کله چې دا د سلیکشن په حالت کې بعضې لیکنې موږ وینو دا ډېرې جالبې راځي. دغه د سلیکشن په حالت کې موږ کولی شو چې یو لیکنه وکړو که نه؟ مثلا تاسو ولا چې په دغه ماسک ولا اوکې بالکل استاد محترم دا دریم مثلا اوس موږ تاسو دلته مثلا یو شیفت درلوده تاسو ولې مثلا په دغه ځای کې موږ کولی شو بیا مثلا دا غوندې مثلا دغه ټیکس دی دلته دی مثلا دغه موږ نقلو دغه ځای دی موږ بیا کولی شو دغه باندې تکرار راولو او دلته موږ نشو کولی دا په خاطر چې موږ دا ځای سلیکټ کړی دی او دغه آبجکټ موږ احاطه کړی دی. مثلا څنګه تاسو به داسې فکر مه کوئ مثلا دا ټیکس دی دا ټیکس نه بلکې دا آبجکټ دی. دا په خاطر مثلا یا دا غوندې موږ راشو د ټیکس یا مثلا د متن غوندې د ځای وباسو دلته پر ځای پر ځای کوو یا مثلا دلته راځو سلیکشن به وکړو یا مثلا دغه سلیکشن به وکړو یا دغه سلیکشن دلته دی په خاطر د موږ ریسایز دی او موږ کولی شو چې دغه دلته راولو او دغه باندې موږ نشو کولی چې هغه تغیرات راولو. دا په خاطر دا ټیکس نه دی دا شی دی دغه آبجکټ دی. ان شاء الله چې دا مشکل حل شوی دی.